5 تا از عجیب ترین حقایق صنعت خودرو که احتمالاً از شنیدنش حیرت زده میشید. این ویدیو رو تا انتها ببینید، باحاله. آقا این یکی رو مثلا خودم باورم نمیشه ولی واقعیت داره. ایمن‌ترین خودروساز جهان یعنی ولوو تو سال 1927 یه ماشینی تولید کرده بود به اسم جیکوب یا همون OV4. خیلی عجیبه که این ماشین اکسل عقبش رو موقعی که داشتن میساختن اشتباه وصل کرده بودن. فکر کن این هم ماشین اینجوری تولید شده بود، بعد این ماشینا 4 تا دنده عقب داشت، یه دونه دنده جلو. بعداً بردن درستش کردن ولی همچین اشتباهی اصلا خودم باور نمی‌کنم. موضوع خودروی ملی برای اولین بار تو دنیا توسط استاد آدولف هیتلر مطرح شد. اون موقع خودرو توی آلمان یه محصول لوکس محسوب میشد و هیتلر گفت من یه خودروی می‌خوام 5 نفره 100 کیلومتر در ساعت سرعت بره، بعد $400 باشه قیمتش، قیمت یه دونه موتور بود اون موقع. و طرحش رو با فرمیناند پورشه مطرح کرد. 1933 طرح ارائه شد. 3 سال بعد یعنی 1936 اولین نمونه‌های خودروی ملی تولید شد. شاید باورتون نشه ولی کشتی تایتانیک هم به حقایق صنعت خودرو مربوطه. احتمالاً همتون فیلم تایتانیک رو دیدید. یه دونه ماشین توی کشتی تایتانیک غرق شد که اونم یه خودروی رنو بود که یه آقای به اسم ویلیام کارتر از پنسیلوانیا خریده بود. بعد نکته جالبش اینه که خانواده برگشت ولی ماشین با کشتی تایتانیک در اعماق دریا غرق شد. هنری فورد تو سال 1928 یه شهرکی توی برزیل تأسیس کرد به اسم فوردلندیا که کارش ساخت تجهیزات ماشین‌های آمریکایی بود. بعد چند تا نکته عجیب داشت این شهر. نمیدونم تنباکو نباید وارد میشد، الکل نباید وارد میشد، حتی میگفت ورود خانم‌ها ممنوعه. اون موقع برای این شهر 208 میلیون دلار هزینه کردن و افراد ساکن اون شهرک هم مجبور بودن فقط غذای آمریکایی میل کنن. غرب‌پرست. اسم برند جگوار رو هممون شنیدیم و میدونیم چقدر خفنه، اما این شرکت قبل از جنگ جهانی دوم مخفف اسمش SS بوده، یعنی اسم واقعی برند اسفالو سایدکار بوده که مخففش میشده SS. ولی بعد از جنگ جهانی دوم، یعنی قبل از جنگ جهانی دوم، این سازمان شبه نظامیان استاد هیتلر که همین SS بود تأسیس شد. دیگه اینا هم بنده خدا مجبور شدن اسم شرکت رو عوض کنن و بذارن جگوار. و نکته پایانی این که اولین خودرو الکتریکی هم برای تسلا نبوده. حالا جزئیاتش تو کپشن گفتم. برای دیدن ویدیوهای بیشتر حتما پیج میهن صنعت رو فالو کنید چون کلی ویدیوهای خوب تو راهه.